آقا سلام و درود، خیلی خوش اومدید به چنل آل استار گیمز. اومدیم با ویدیو پله. شاید ویدیو پله میخواستم چیزای دیگه بگیرم، ولی خب یه سری داستانا داشت پشتش. اگه یادتون باشه پله، کارت پله اولین بار پارسال 3 روز قبل، یعنی پارسال همین روز نه، 3 روز قبل واسه اولین بار این 108ش اومد تو بازی. خیلی هم کارت بالانس یه خفنی اومدم بگیرم. یکی از بچه‌ها گفت، رفیقم گفتش که نه آقا پله چه بازیکنیه، یه زمانی گل زده نصف گلاش آفساید بوده، نصف گلاش این شکلی بوده اون شکلی بوده. ولی من دیدم تم جام جهانی هم داغه، فکر کنم کسی نداریم که 3 تا جام جهانی پشت هم گرفته باشه به جز پله. واسه همین گفتم این ویدیو رو بگیریم. بازیکن فوق العاده خوش گیم پلی، پاس داره، شوت داره، دریبل داره، سرعت داره، حتی با قد کوتاهش هدم میزنه. واسه همین میخوایم بریم این ویدیو رو بگیریم. امیدوارم ویدیو باحالی در بیاد. مطمئنم هر بازی 2 تا 3 تا رو میزنیم باش حداقل. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بزنیم بریم سراغ ویدیو. خب آقا بازی اول چیا داری پسر؟ خوب هیچی نداری. میکل مدینو، وای متنفرم ازت. خب آقا آرنولد تو خوابش هم نمیدید با پله عکس بگیره. البته فکر کنم عکس داشته باشم، من نمیدونم، چون آرنولد خیلی زار معروفه. پله هم چند سال پیش مون بین 21 تا 23 موندن که یکی از این سال هست. خب با نام و یاد خدا بازی آغاز میشه. به که ما رو گذاشتم دی ان اف ببینم با چی کارا بکنم. پله بیا برمیگردیم بالا. مسی بازی میخوام باید در بیارم. یا پس متو کوچیچ این کارتش واقعا خوبه. پله نزدیک بود، فنومنال فینیشینگ داره. کار خوب میتونیم بگیم. ویتینیا، پله، پاس گل اول امباپ. ای آفساید، دست داور بالا بود. نداره داداش، اول بازی گل آفساید خوردی، چه استوبی آخه. خب کیو تعویض کردی اول بازی؟ نیمار به جای جمال. این طرف اصلا برنامه نداره واسه بازی، پاسای دریوری، زیر پای مسخره. پله بودو، پله ردی، قطا پله کاشتم خوب میزنه. آقا میکشیم اینور، اینو بلند میکنیم. همین گله. نه دیگه فیلم هندی نیست که. بده بالا، بده مستقیم، بیا پایین، بده بالا، بده پایین. پله برو، پله برو. پوفیوز دبل تاچ. اوف زیدان میکشه. گل اخراجی داشتی، میم چرا یه ذره دفاع باز شد. دروازه‌بان رو دریبل کردیم، اصلا مهم نیست. آقا یه چیزم میگم، من اولیسه رو آوردم داخل به جای مسی. احساس کردم مسی با اینکه اسکیل پاس داشت، یادم نیست ویژنری پاس بود یا فنومنال پاس، ولی یه ذره جنگنده نیست. اولیسه رو آوردم یه ذره پاش دراز سر اینا بتونیم پاسای بهتری بدیم. امباپه پله برو برمیگردیم عقب. یه دریب. وای مادر چقدر خوب میزنه این دریب زیدانی ها رو. ماشاءالله مارسیل کرن. منو نیمه اول پسر خوب، نترسی ها، لفت مفت نداریم ها. آقا پله میخوایم بازی کنیم. به نازم اولیسه میگیم به پله بیا پایین. ای حسب الله اسم طرف چی بود؟ دفاع پله برو. حد ریکس. محکم زد. محکم نوکی رو پاک کرد. نوکی خطاه. ما تو کوچه هر کی نوکی میزد میگفتیم نوکی زدی. بعد دیگه بازی به کتک کاری برمیگشت. یادته؟ نوکی زدی، تنه آزاده دیگه. باش. الان من میخوام بدونم 1 دقیقه مونده به نیمه اول تمام بشه تو چرا برداشتی 3 تا تعویض کرده و میموندی میرفت نیمه تموم شد. اوزیل این واسه نیمه دوم آقاست. نیمه دوم آغاز میشود. خب کادیوغلو. کجا میری؟ دادی داداش بزرگت بازی کنه. این شرف بگیرینو با دفاع اومده تا اینجا. بگیرم دهنت سرویس ها. برو کوچش پایین. پلیس.
جوندار بنداز دیگه بفیوز. بده جلو، بده پله. پله دبل تاچ. ووپ ووپ. ماشاءالله 4 تا. بعد میگن آفساید گل میزنی. مهدی بگیره. فولش بده. امباپه میخوام بدم پله بزنه. پله. آقا یه یوتیوبری هست به اسم 9 AL Games. آره یه یوتیوبری هست فکر کنم دیگه بزرگترین. زحمت کشیدی با نت خراب من زدی. چی بود این شبیه فران پوفیوس. آره 9LA Games. این بیشرف دبل تاچ انداخت تو دهن من. یعنی من ریبر دبل تاچ میگفتم تا که لازم نیست. میرینم تو موقعیت ها، میرینم تو دیریب، میرینم تو سرعت، میرینم تو ضد حمله. خلاصه که خدا ازت نگذره. آقا نتمون رو نوشته آنتن پر. نمیدونم این واقعی الان، یعنی من پر آنتنم یا نه، چون تو ایران گفته دبل تاچ. اوی پله تخمی توپو میگیره. بوس. با ویتینیا یک کل میریزیم. دبل تاچ هم میداره. دروازه‌بان چی مو قرمز بابا. چشون ورم با دریبلش خوبه. زایه شدیم ویتینیا میدیم پله. این گل هرس دراری بود. کله قرمز آنشرلیت هم که گل خورد. پله 5 آنشرلی 0. یا برو کنار بابا، اون گوشه رو گرفته فکر کرده همینطوری یه دفعه رفت میتونه بره. پله رد شو بالا. دابل تاچ. ابوالفضل این کی اوکازاکی رو هم زدتم باید باشه. دروازه‌بان ژاپنی بکن مایر ندیم. اولی میدیم بالا. بکن مایر دیریب میزنه. اوه بیشرف قرمز دوم میخوای تو. الان چرا تکت زدی؟ الان مثلا میخواستی جلوی 6-1 رو بگیری با 5-1 چه فرقی داره واسه؟ ببین اگه این گل نشه آه ضایع شدیم ولی بردیم. همینه که هست. 5-1 ماشاءالله. آقام پله. آره اینجا واقعا نتمون خوب بوده. پله 8.5. بزن بریم واسه بازی دوم. خب آقا بازی دوم حریف این کایوته رو من حیف نتونستم بگیرم. با نام و یامی با نام و یامی. بابا ولش کن. منزی بود گل بخوره. یامی رزدن چقدر کاشته به ما میفته. این دیگه گل دیگه. یه دونه کاشته ما بزنیم. ولی میلیمتریه، یعنی همه رو دارم میلیمتری خطا میزنم ها. دبل تاچ. تبر زد. این یه شوت نبود، به قصد کشت بود. ماشاءالله. این کاسراس بود. کاسراس هم اسم واقعشو نمیدونم. من بهش میگم کرکس. این دفاع لاتزیو فکر کنم. بله واقعا دفاع خوبی ها این. همین زایمون نکن دیگه، اینقدر خوب دفاع میکنی. گلو نخوریم. اوی بیلیتس. کدوم نیمار بیلیتس داره؟ با رایگانه به من زدی. یکی از بچه‌ها نوشته بود نیمار بیلیتس رایگان بذار بفرما داداش. خوردیم. استشو توف میکنن. بله برو. میو بنفش. اوف بابا. بکن باغر. قیصر فوتبال مسیحت نمیتونه بزنه پلش. خدا دبل تاچ از من بگیره. ای اسکول برو گم شو. ریدم. ری
یه دبل تاچ تو حمله باعث گل خوردن شما در عقب زمین میشود. حالا میخواد زیاد دبل پاس بکش، به من مربوط نیست. پایین پله میریم بالا. دبل تاچ زوپ سقف دروازه رو زد. خانه خرابت کرد، خانه خراب شدی. پلشت پله پایین، دبل تاچ، دوباره پایین، دوباره میچرخیم. دبل اوه، صورت مارکینیوش عمل لازمی باشد. از دکتران عزیز تقاضا می‌شود که ای دو حریف چغره. حریف واقعا چقدر باید بد بدن میباشه. این واسه نیمه دویم رومرو ماشاءالله واقعا چقدر و بد بدن و بسیار تنومند میباشد با سن بالایی که دارد. پله بودو گله دیگه، اینا نمیتونه بگیری پسر. خوب چپ پا اتریک ماشاءالله. 1 2 3 همه بی خیال قصه. شما دختر خانم یه دونه برزیلی به جز آدریانو به من بگین بدن داشته باشه. کاسمیرو هم حساب نیست. یکی دیگه بگین، همشون لشن بی پدر مادر. ویتینیا پا به توپ خوبی داره با اینکه حرومزاده‌ای بیش نیست. دیدم تو تک تک بازیکن پرتغال. دبل تاچ کات ماشاءالله پله پوکر میکنه که فقط آفساید میزنه. بفرما مردی 3 تا جام جهانی داره بعد استوب نظر. کوواچیچ امباپه داره چپ پا میزنی اصلا. تو 2 تا پات بالاه، چرا باید پا چپت ضعیف باشه؟ پله برمیگردیم. دبل تاچ جوپ. 8 نفر 8 تا قرمز تو محوطه جریمه، من چطور بزنم؟ ببین این میگه گله. گلی. یعنی من یه دونه کاشته گل نباید بزنم؟ بازی تموم شده است. ماشاءالله 4 تاش هم پله زد. میریم واسه بذار ببینم 8 و نیم. عالیه. این واسه بازی سیوم و آخری. خب آقا بریم واسه بازی آخر. تیم حریف اوی پله هم داره. پله فن باستن برگومی کارمون زاره. تیم ما اوکیه. پله یا بخورش. دبل تاچ زیاد مانعی کسب است. برو گم شو. بلتی اینجاست. پله پایین برمیگردیم بالا. دبل تاچ زیاد ماشاءالله مثل توپ میزنه. اون توپ نه، توپو مثل توپ شلیک میکنه. پله من یک پله این هیچ. دوستانم پشت صحنه فرمودن که تو این قسمت داری خیلی زر میزنی، بذاره کمتر زر بزن، حواست به بازیش باشه. ما میگیم چشم. رابرت پیرس این بهترین 700 تا کوین بود که میشد تو بازی خرجش. از این گلای چونسوزی بود. اون رابرت پیرس رو هر کی خرید ضرر نکرد. رابرت پیرس که اون 777 تا کوین رو داد، بعدش اون پک هم همونجوری گذاشت. نیمه اول تمام. میریم واسه نیمه دوم. تو گوتی نیستی تو گوتی. وای لامی اونو بچت نزن. دروازه اونو میارم به ترسی لحظه که نترسیدی. بده پایین تعامل پایین. برو کوشش برو کوشش. کات پله پولو ماشاءالله. کرکس بریم کانت مسی شوت. مجبور باشم. پله مهم نیست، و هر کی گیرم بیاد میزنم، فقط نباید ببازم. بعدی با پله. ریوالدو یا ابوالفضل حاجی برو خونت نجیب. 4 دقیقه مونده ضد حمله. بکن برو. پله برو. این گله. بیا تو صورت دبل تاچو بکشم. برو توی دروازه. گفتم بعدی رو با پله میزنم. دقیقه آخر تمام. بسیار بازی زیبا و جذابی بود. پله من آفت مچ. امتیاز 8.5. ماشاءالله قبوله. آقا دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردیم. ویدیو باحالی شد.
پله تقریبا هر بازی گل زد، گلای خوشگل زد، دریبلا، شوتا، چند تا شوت وحشتناک کشید. یه دونه تو سقف کشید که اصلا خانه خراب کن. خلاصه دمتون گرم. ان شاءالله ویدیو بعدی هم یه کارتی رو میگم که دوست داشته باشین. اگه تو کامنت ها کارت جذابی ببینم که شاید پیشنهاد داده باشین اونو براتون میگیرم. خلاصه خیلی مخلصیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. یادتون نشه. آقا دمتون گرم تا ویدیو بعدی. چکس.